بله سلام علیکم. علیکم السلام. حضرت یک سوال داشتیم. بله گوش میکنم. همین شب قدر حضرت کدام شب هست؟ البته معین هست که میگن همین شب 21 یا که همین دربارش حضرت جان یک معلومات میدادین. سلامت باشید. با یکم سوال دیگه باشه. هست حضرت جان با یک سوال دیگه هم داریم. همین ایش چه بیرون تره که موضوع بعضی همین رسانه ها میگن ما شهید رمضان 29 میشه و درباره همین یک معلومات میدادین. یعنی چرا 30 نشده است؟ بله چرا. سلامت باشید. سلامت باشید. برادران عزیز بسیار سوال‌های مبرم است. ما دعا را گفته گذاشتیم و درباره اینکه در خانه عبادت کنند یا در مسجد. مردها اگر اون شب را قام لیله و ایقظ اهله، پیغمبر صلی الله علیه و سلم شب را قیام میکردند و خانواده‌اش را بیدار میکردند. اگر کسی باور دارد که مسجد برود، در مسجد میتواند با دست جمعی دیگر مؤمنین و مسلمین قیام لیل و دعای دست جمعی و یگام تعلیم و تعلم خوب میگیرد، مسجد افضل و بهتر است برای مردان که اونا میتوانند که عبادت خوبی داشته باشند در دست جمعی. و زنها البته خانه برای اونها بهتر و خوبتر است. برادران عزیز اگر تو من پاسخ این سوال ها رو نکنم دیگر سوال نمیگیرم، چون که این جواب اون برادر بودن. و جواب اون برادری که آیا شب قدر معین هست، شب قدر معین هست، ما درباره این در بالا گذاشتیم. شاید این برادر بعدا در آمدن در افیر ببینید شب قدر آنچه که اقوال اکثری بزرگان دین هست از صحابه تابعین تبع تابعین و آنچه اکثر احادیث بر اون هست شبهای تاقی دهه آخر ماه مبارک رمضان هست. و اگرچه شب 27 یعنی رأی زیاد در شب 27 هست، اما معنای مشترک قول صحیح نزد علما شبهای تاقی دهه آخر ماه مبارک رمضان هست. و یک سوال کردن گفتم بیره از این موضوع است. منم در چند رسانه و چند چیزها دیدم و شنیدم از دوستان، مردم در این پریشانی هستند که چرا رمضان امسال 29 دارد می شود، یعنی روز سوم احتمال دارد که روز سیوم یعنی عید شود. بنابراین برادران عزیز هر عالم، هر مفتی، هر قاضی، هر انسان دیندار در دین مبین اسلام علما ورثه الانبیا، علما میراثبران پیامبران هستند. هر عمل دینی را از معلم دین از محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم میگیرند. پیامبر من و شما محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم بعد از فرض شدن روزه، بعد از فرض شدن ماه مبارک رمضان 9 سال روزه گرفتند. 9 سال بعد فرضیت روزه پیامبر من و شما از دنیا گذشتند. بنابراین همه اون احادیثی که ثابت هستند پیامبر خدا از همین 9 سال 5 سالش رو 29 گرفتن، 4 سالش رو 30 گرفتن. و ماهای قمری همه اهل علم دانند ماهای قمری 29 میشوند 30 میشوند، یعنی 28 و 31 ندارند. بنابراین رسول اکرم صلی الله علیه و سلم معلم دین من و شما صلی الله علیه و سلم 29 هم گرفتن، 5 سال رو 4 سال رو 30 گرفتن. و بسیار از اهل تحقیق بر این هست که 7 سالش رو 29 گرفتگی است. بنابراین برادران عزیز در پریشانی و در مثلا غمگینی نباشند دوستان و هموطنان و جماعت مؤمنین و مسلمین بر این که چرا رمضان 29 شد. رمضان‌های محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم 29 شده بودند و ماهای قمری گاهی 29 میشن گاهی 30 میشن و این در صحیح بخاری وجود دارد. و این بود پاسخ این برادر عزیزی ما. و این از که مسائل مبرم روز هست. و بعد از اینکه ما فردا جلسه شورای علمای جمهوری تاجیکستان هست و این مسئله با رأی جمهور و تحقیق میرسد و برای همگان در رسانه‌ها گفته میشود ان شاء الله.